6 سال می شود که خب با بعضی کارهایی که حرام است، یعنی با ریبا پول کار میکنند و خودشان با خودشان را گفتند که خدا ما رو ببخشد. پند و نصیحت شما به این برادری ما چیست و چی گفتنی دارید شما؟ چون فقط با همین راه مبلغ کار میکنند و اما الحمدلله برنامه های ما را تماشا میکنند، گوش میکنند. نصیحت شما. ریبا یکی از بزرگترین گناه ها هست. 7 گناه کبیره هست، یکی آنها ریبا هست و الله تعالی گفت که کسی که اگر از ریباخوری باز نیستد جنگ اعلان کند با الله، یعنی به جنگ آمادگی خیش را ببیند و کسی که با الله تعالی جنگ اعلان کند انیق که مغلوب میشه. بنابراین این بسیار اسلوبی وزنین است، تحدی است و بنده نمیداند که کی وفات میکند. شاید امشب وفات میکند، شاید سحر وفات میکند. همه این مبلغ ها فردا عذاب علیم میشد برایش، عذاب علم آور میشد. این مبلغ ها در دوش دیگرها میماند، لیکن گناه را این گرفته است. برای همین انسان 1 سوم داشته باشد و مال حلال داشته باشد، 1 بریده نان داشته باشد و از راه حلال باشد، قانع. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که بهترین نعمتی که بنده داده شده از این قناعت است. به 1 برده نان قناعت کرده تواند. از حرام اگر شما باز ایستید الله تعالی عوضی نیک میدهد. مالتون هم زیاد میشد و با از راه حلال میشد. شما اگر 1 میلیون پول حرام داشته باشید، شما از وی اگر خلاصی جوید از ریبا باز ایستید، الله تعالی 10 میلیون میدهد، یعنی زیاده از این با حلال است. من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا منه. کسی به خاطر الله یک کاری را ترک کند، الله تعالی عوضی نیک میدهد. بنابراین از حاضر توبه کنید و از ریبا خوردن و ریبا دادن باز ایستاده مال اصلی خود را از مال ریبا جدا کنید و مال ریبا را خیر کنید و از آن صاف شوید و با مال پاکی که دارید با آن تجارتی نو شروع کنید، با مال حلال، با تجارت حلال.